لذتی که در زن در هیچ چیز دنیا یافت نمیشه. من یک دفعه فکر کردم نه چرا زن پیش کردم و انسان زن که واقعا یک چیز لذیذه. کل دنیا را یک کسی برد بته به مردا، پاچایی دنیا را برد بته. نامش خوراک است، جوس است، پلاو است، گوشت است، مرغ است، کوک است، کبابای کوک برد بته، زن بگوید برد نمیتم، در بدر میشه. من هیچ چیز نتی با من زن بده. فهمیدین؟ زن که از بسیار لذت خاص خودم داره. حالا این پیسه می چیزام که از نان بخوریم مقل زن نیست. زن بسیار زیب. الله سعی کنین اینمی زن پیدا کنه و در این لذت انداخته ما را امتحان میکنه. هر بار که ویدیو اینمی آدم پست کردیم، تا اگر سال به سال یک دفعه اینم پست میکنم، هر بار بیشتر از میلیون ویو خورده. نمیفهم که همی آدم خوش داره یا همی مسئله همی آدم خوش داره، نام همی آدم چیست؟ در کامنت ها نوشته کنید، تگش کنید. واقعیت همی خوب گپ زد. بعضی خانما میای ملا صاحب نقد میکنه که گویا این گفته که لذت در زن است، این با آن. هدف از این آدم که است، یعنی ارزش زن میگه به اندازه است که امی دنیا رو هم که برد بتن که زن ندن میگه نیچ. این آدم نمیفهم کی است، اما واقعیت گپی را چپ نبری. با او خاطر زنا را حرمت داره، برشان احترام داره.